ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با وزیران خارجه پاکستان و هندوستان جداگانه و پس درهای بسته در بینه وزارت کارهای خارجه برگزار شد. سراج الدین مهرالدین بعد از انجام گفتگو با وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت که دوشنبه خواهان گسترش همکاری ها با اسلام آباد است و می‌خواهد داد و گرفت مال میان دو کشور بیشتر شود. قابل ذکر است که همکاری‌های متقابلا سودمند بین دو کشور دوست منتظم انکشاف می‌یابند. ما آماده‌ایم تمام وسایل لازم را جهت تفهیم و گسترش این همکاری‌ها با در نظر داشت که منفعت‌های ملی هر دو کشور استفاده کنیم. در نوبت خود وزیر کارهای خارجه پاکستان نیز گفت کشورش خواهان تقویت همکاری‌ها با دوشنبه به خصوص در سمت مبارزه با تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر است. ما همچنین چالش‌های مشترک را بحث و بررسی کردیم. تهدید تروریسم. حکومت شما موفقانه آن را شکست داد. پاکستان هم موفقانه تروریسم را شکست داد. ما همچنین افزایش سطح اکستریمیسم و عدم تحمل پذیری در سراسر جهان نه تنها در منطقه را بحث کردیم که چگونه بر آن دست بالا شویم. وزیران کارهای خارجه پاکستان و هندوستان برای شرکت در نشست نهم قلب آسیا روند استانبول به دوشنبه آمده بودند و روز 30 مارس در این همایش برآمد کردند. این دو وزیر همچنین با شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان نیز دیدار داشتند و به گفته خودشان مسئله همکاری‌های پاکستان و هندوستان و تاجیکستان را در مسائل دفاعی بررسی کردند. گفتگوی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان بیش از 1 ساعت ادامه کرد و سراج الدین مهرالدین بعد از بیرون شدن از این گفتگو از هندوستان تشکر کرد که به تاجیکستان 192,000 وایه واکسن استرازنکا فرستاده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین از هندوستان دعوت کرد که در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند و در منطقه های آزاد اقتصادی شرکت های مشترک تأسیس بدهند. ما از همکاری‌های تاجیکستان و هندوستان در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و مکالمه هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی اظهار قناعتمندی نمودیم. جناب جیشانکر وزیر کارهای خارجه هندوستان بر علاوه آن که درباره مناسبت‌های دوشنبه و دهلی صحبت کرد همچنین به مسئله افغانستان نیز دخالت نمود و گفت که برای به دست آمدن آرامی و صلح در این کشور باید همه کشورها تلاش کنند که جانب‌ها یعنی هیئت‌های مذاکره کننده در افغانستان به گفتگوی خود ادامه بدهند و به یک توافق سیاسی دست یابند. پاکستان و هندوستان از زمان کسب استقلال در دهه 50 عصر گذشته تا به امروز مناسبت خوب ندارند. این دو کشور به گفته کارشناسان در افغانستان خیلی نقش کلیدی دارند. از یک طرف دولت پاکستان را برای حمایت از گروه طالبان متهم میکنند، هرچند این دولت نه همه این گفته ها را میپذیرد. از جانب دیگر هندوستان یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در افغانستان می باشد. به این خاطر کارشناسان گفتند اشتراک نمایندگان پاکستان و هندوستان در یک همایشی وابسته به افغانستان در دوشنبه خیلی مهم بود. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.